کشتار کودک 9 ساله قرغیز در روسیه پرسر و صدا شد. مقامات روسیه در صحبت با رسانه‌ها انگیزه کشتار را بدبینی ملی دانستند. در نوارها دیده می شود که گمانبر می لنگد و او ادعا دارد که گویا مهاجر نورس قرغیزستانی اول به او حمله نمود. خبرگزاری‌های محلی نوشتند که نابالغ به پای خود با کارد زده گویا صحنه سازی کرده است. به نوشته رسانه‌ها در تلفن موبیلی نابالغ روس نوارهای دارای انگیزه‌های ملت بدبینی یافت شده است. نورس روس و کودک مهاجر قرغیز در یک مکتب می‌خواندند و همدیگر را می‌شناختند. حمله به مهاجران و ملت بدبینی در جامعه روسیه افزایش یافته است. ساوا، مرکز نظارت بر اکستریمیسم، در یک گزارش خود گفته است که از بهار سال 2023 خشونت‌های نژاد پرستانه در روسیه با سرعت افزایش یافته است. کارشناسان مقامات و مطبوعات روسیه را برای ترغیب نژاد پرستی عیبدار می‌کنند.